سلام، به کانال ذهن برتر من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد 3 گناه صحبت بکنم که اگر شما این 3 گناه رو انجام بدید تحت هیچ شرایطی پولدار نمیشید. همه ما بلا استثناء یکی از این 3 گناه رو انجام دادیم. امکان نداره که کسی بگه که من این گناه رو انجام ندادم. و گناه سوم که از همهشون مهمتره رو من در آخر همین ویدیو بهتون میگم. پس آخر ویدیو رو حتما نگاه بکنید. یک سری گناه ها رو که وقتی ما انجام میدیم یک سری مشکلات وارد زندگیمون میشه، حالا به صورت کارما. بعد وقتی کارماش وارد زندگیمون بشه میگیم این به خاطر همون گناهی بود که من انجام دادم. مثلا همیشه گفته میشه که به کسی ظلم نکنید، یا گفته میشه که کسی رو غیبت نکنید. شما وقتی کسی رو غیبت میکنید باعث میشه که انرژی منفی به سمت کائنات بفرستید، با حال بد و اتفاقات خیلی بدی وارد زندگیتون بشه. یا همیشه میگن که مال حرام رو وارد زندگیت نکن، چون شما اگر مال حرام رو وارد زندگیتون بکنید متاسفانه یک ضرر مالی، حالا در خونه، ماشین، حتی در درآمد ماهیانتون داره. حتی بارها در قرآن گفته شده که فلان قوم فلان ظلمی رو انجام دادن و ما براشون زل و زلزله نازل کردیم. میخوام بهتون بگم که یک سری گناهان هستن که ما تحت این شرایطی نباید انجامشون بدیم. و اما این 3 گناهی که الان بهتون میگم اگر شما انجام بدید، عرض کردم خدمتون، تحت هیچ شرایطی پول، ثروت وارد زندگیتون نمیشه و همیشه دچار فقر و نداری میشید. و وقتی که دچار فقر بشید متاسفانه احساستون بد میشه و احساس بد همونطور که میدونید طبق قانون کائنات و قانون جذب اتفاقات خیلی بدی رو وارد زندگیتون میکنه. اولین گناه به عقب انداختن کاره. مثلا به یکی میگیم که فلان کار رو انجام بده، میگه خب باشه صبر کن ببینم چی میشه. هر کاری که بهش میگیم میگه خب صبر کن ببینم چی میشه، شاید بهترش نصیب من میشه. و این یک گناه خیلی بزرگیه. شاید از من بپرسید که خدا همیشه در قرآن میگه که صبر کنید، خدا صابرین رو دوست داره، خدا به کسانی که صبر میکنن پاداش میده. درسته، این صبر در برابر مشکلات و چالش‌های زندگیه. گفته میشه که صبر کنید این چالش‌ها از زندگیتون بره و خدا بهتون پاداش میده. در مورد ایده‌هایی هستن که به ذهنتون میاد، ایده‌هایی هستن که بهتون پیشنهاد میشه، ولی شما همه اونها رو به عقب میندازی. وقتی اونها رو به عقب میندازی متاسفانه دیگه اون کارها رو انجام نمیدی. این صبر در مورد ایده هاست، در مورد ایده هایی که به ذهنت میاد، ایده هایی که بهت پیشنهاد میده، کارهایی رو که میخوای شروع بکنی ولی اونها رو به عقب میندازی. وقتی شما اون کار رو به عقب میندازی تحت این شرایط اون کار رو انجام نمیدی، یا وقتی بخوای انجامش بدی دیگه فایده ای نداره. کسی که این کار رو انجام بده، کارها رو به عقب بندازه، همونطور بهتون گفتم هیچ پولی وارد زندگیش نمیشه، درآمد خوبی تحت هیچ شرایطی رو نداره. طرف میخواد یک بیزنس جدید رو راه بندازه، حالا مثلا یه رستوران میخواد تأسیس کنه، یه کافی شاپ، کافی نت، هر چیزی باشه. اینقدر این دست اون دست میکنه، اینقدر اون رو به عقب میندازه تا اینکه تو اون راسته که میخواسته کار رو شروع بکنه پر اون کار شده، اصلا اشباح شده و دیگه فایده نداره که بخواد این کار رو شروع بکنه. تو داری کارها رو به عقب میندازی، داری یک فرکانس رو به کائنات میفرستی، یک ارتعاش رو به کائنات میفرستی که من لیاقت داشتن این چیز رو ندارم، من فعلا آماده نیستم که این چیز رو دریافت بکنم. کائنات هم میگه چشم، اون کار اصلا وارد زندگیتون نمیکنه. و حتی جالبه افرادی رو وارد زندگیت میکنه که اگه قراره اون شخص کاری رو برای شما انجام بده کار شما رو به عقب میندازه. مثلا شما توی اداره‌ای میخوای یه کاری رو انجام بدی، وقتی شما بخواید اون کار رو انجام بدی تا 2-3 هفته طول میکشه. هر روز میری میگه آقا برو فردا بیا، برو هفته آینده بیا و همینطور کارهات رو عقب میندازه. تو حوزه کاری خودمون، حالا قانون جذب، NLP فرقی نمیکنه، یه استادی میاد یه پکیج آموزشی تهیه میکنه در مورد قانون جذب، در مورد آموزش قانون جذب.
میگه که من این پکیج رو 7 میلیون تومان میفروشم و اگر بتونم این پکیج رو روز یه دونه بفروشم ماهی میشه 210 میلیون تومان و خدا رو شکر درآمدم خوبه. اما یه استاد دیگه میاد و همون آموزش ها رو آماده میکنه، یه پکیج آماده میکنه به مبلغ 2 میلیون تومان. میگه من این رو در اختیار دیگران قرار میدم که همه بتون استفاده بکنن و دعای خیرش نصیب من بشه. باید یاد بگیری بدون توقع به دیگران کمک بکنی، به دیگران خدمت بکنیم. همیشه نگو که اگه من کاری رو برای تو انجام دادم تو هم باید یه کاری رو برای من انجام بدی. منتظر تلافی باشی. شما اگر بتونید به دیگران خدمت بکنید، خداوند کسانی رو وارد زندگیتون میکنه که به شما کمک میکنن. هر جا گیر افتادی خدا به کمک دستان خودش شما رو کمک میکنه. من همیشه گفتم خدا توفیق خدمت کردن به مردم رو به من بده. همیشه سعی کردم که اینطور باشه. من روحایی که تشکیل دادم خدا رو شکر روزانه پیام‌های خیلی خوبی میاد و از من تشکر میکنن که به فلان نتیجه رسیدیم و همیشه من رو مورد لطف قرار میدن. من از همه‌شون ممنونم، واقعا لطف دارن. البته اینم بگم که خدمت کردن به مردم نباید بیش از اندازه باشه، نباید طوری باشه که طرف از شما سوء استفاده بکنه. ضرب المثل هست که میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. خدا جاهای دستت رو میگیره که اصلا شما فکرش هم نمی کنی. پس یاد بگیر که تا اونجایی که میتونی به دیگران خدمت کنی. اما گناه سوم که از همشون مهمتره، ترس. حضرت علی علیه السلام میفرماید ترس برابر مرگه. اگر تو بترسی هیچ وقت آرامش نداری، همیشه اضطراب داری، همیشه استرس داری و همیشه حال دلت بده. اگر تو رابطه بترسی مطمئن باش که اون رابطه به هم میخوره. اگر تو بزنس، تو کارت بترسی مطمئن باش که شکست میخوری. یک تجربه شخصی خودم رو بهتون میگم. حدودا سال 72 بود. ما یک بیزنس رو شروع کردیم، یک کار جدید رو شروع کردیم. اوایل کارمون خیلی خیلی خوب بود، درآمد عالی داشتیم و مشتری خیلی خیلی زیادی داشتیم. به تمام استان خوزستان ما جنس میدادیم، اعتبار داشتیم، درآمد خوبی داشتیم و وضعمون اوکی بود. ولی متاسفانه اون زمان من همیشه به این فکر میکردم که اگر ما شکست بخوریم چی میشه؟ نکنه چیکامون برگه بخوره، نکنه مشتری از ما جنس نخره. وجود این که اون زمان اوضاع مالی ما خیلی خوب بود، ولی چون داشتم از شکست میترسیدم و این ترس باعث شد بعد از چند سال ما تو کارمون شکست بخوریم. چیکامون برگه خورد، اوضاع مالی ما رو به هم ریخت. خدا رو شکر جمع شد. میخوام بهتون بگم که هیچ وقت در هیچ کاری نترسید. قبل از اینکه من با قانون جذب آشنا بشم، تو حوزه روانشناسی و موفقیت برم، متاسفانه همیشه حالم خوب نبود، آرامش نداشتم، رابطه خوبی با خانواده‌ام نداشتم و بزرگترین آرزوی من آرامش بود. ارتباط خوبی بود که دوست داشتم با خانواده‌ام داشته باشم، ارتباط خوبی با خانواده‌ام نداشتم، حوصله‌اش رو نداشتم. اما وقتی که وارد این حوزه شدم، با کمک قانون جذب تونستم رابطه خیلی خوبی رو داشته باشم با خانواده‌ام. تونستم اون آرامشی که همیشه آرزوم بود رو داشته باشم. دارم باز هم رو خودم کار میکنم، روی باورهام در هر حوزه‌ای باشه دارم باور خودم کار میکنم. پس ازتون میخوام که قانون جذب رو جدی بگیرید. نگید که قانون جذب چیه، کسی نتیجه نمیگیره. من نتیجه گرفتم. پس از تو میخوام که وقتی تکنیکی به شما آموزش میدم
با جون دل انجامش بدید. به این اصلا فکر نکنید که آیا میشه، آیا نمیشه، قانون جذب جواب نمیده. نه، از تو میخوام که این تکنیک ها رو که بهتون میگم با احساس خیلی خوبی انجام بدید. بهتون قول میدم که زندگی مالیتون، آرامش، سلامتی، هر چیزی رو که بخواید بتونید دریافت کنید. پس دیگه به فکر این که چطوری، به چه شکل اصلا نباشید. شما فقط انجام بده و نتیجهش رو بگیر. ذهن و ضمیر ناخودآگاه ما دنبال امنیت، آسایش و رفاه ماست و دوست نداره که ما تغییر بکنیم و دوست نداره که ما کار جدید رو شروع بکنیم، چون میگه اگر کار جدید رو شروع بکنی مطمئن باش شکست میخوری. دوست نداره از منطقه امن خودش بیاد بیرون و شما کاری که باید انجام بدید وارد ترس هاتون بشید. شما وقتی وارد ترس هاتون بشید میفهمید که واقعا اون کاری که میخواستی انجام بدی اینقدر ترس نداره. وقتی که شما از چیزی بترسید یعنی به خدا اعتماد ندارید، به خدا توکل ندارید. که به خدا اعتماد و توکل نداشتید دیگه تو هیچ کاری موفق نمیشید. اگر که از ویدیوی من خوشتون اومد ازتون میخوام که ویدیوم رو لایک کنید، سابسکرایبش کنید تا بتونید ویدیوهای بعدی من رو هم بتونید ببینید. ازتون میخوام که این ویدیو رو برای دوستان و عزیزان خودتون بفرستید تا اونها هم بتونن بهترین استفاده رو از این تکنیک ها ببرن و ما بشیم دستان خدا برای خوب کردن حال بقیه. اگر من بتونم حال یکی رو خوب کنم افتخار بزرگی برای من و خدا اون بالا حواسش به من هست و همیشه کمکم میکنه. من در ویدیو بعدی باز هم تکنیک های خیلی خوبی رو به شما یاد میدم که پول، ثروت، سلامتی و هر چیزی رو که آرزو داشته باشید رو انجام بدید. من در ویدیو بعدی بازم تکنیک های خیلی خوبی رو به شما یاد میدم تا هر خواسته که داشته باشید، پول، ثروت، سلامتی رو جذب زندگی خودتون بکنید و همیشه حال و احساستون عالی باشه. موفق باشید.